So geht's zu B2 Vorbereitungskurs Zertifikat B2 آمادگی آزمون B2. آتیلا جهانوش هستم. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید که درسی رو از دست ندید. Ergänzen Sie die passenden Wörter aus B1. تکمیل کنید لغات مناسب رو از تمرین B1 که درس قبلیمون بود. Gestern musste der FC Bayern gegen Borussia Dortmund eine Niederlage erleiden. این یه ناموربverbindung Niederlage erleiden. پس دیروز میبایست تیم فوتبال FC بایرن در مقابل بوروسیا دورتموند یک شکست رو بپذیره، شکست بخوره. erleiden به تنهایی معنیش میشه عذاب کشیدن، خفت کشیدن. Im Langstreckenlauf wie der 10.000 Meter Strecke oder dem Marathonlauf sind die Sportler aus Kenia und Äthiopien absolute Weltspitze. در دوی استقامت که من اینجوری دوست ندارم ترجمه کنیم لانگ، طولانی، شترک مسیر، لاف، روند، راه، دویدن که 10,000 متر، مسیر 10,000 متر، شترک 10,000 متری یا ماراتون لاف هستند. ورزشکاران از کنیا و اتیوپیان مطلقاً ولتشپیتسه. ولت که جهانی، شپیتسه به عنوان ادجکتیو اگه نگاه کنیم معنیش میشه که همین معنی هم میده محشر، در جهان محشرن، عالیان. ولی اگه به عنوان نومن ببینید دی شپیتسه میشه نوک سر که دی زوگ شپیتسه، هوکسته برگ دویچلندز، بلندترین کوه آلمان اسمش زوگ شپیتسه هستش و به تنهایی هم نوک مداد یا هر چیزی میشه دی شپیتسه. Leider konnte unsere Schulmannschaft noch nie einen Sieg über die gegnerische Mannschaft erringen. متاسفانه نتونست هیچ وقت شولمانشافت ما، تیم مدرسه ما، یک پیروزی در مقابل گگنریش مانشافت، در مقابل تیم مقابل زیگ ارینگن. زیگ ارینگن با همدیگه میاد پیروزی کسب کردن، همون یه دونه ناموربverbindung دیگه ایه که ارینگن به تنهایی میشه با تلاش کسب کردن، با تلاش دست یافتن که زیگ ارینگن هم بگیم با همدیگه خیلی قشنگه. Doping ist kein Phänomen der Neuzeit. Schon in der Antike griffen Sportler zu leistungssteigenden Mitteln, wie zum Beispiel Stierblut. Doping یک پدیده، فنومن، پدیده نویزایت توی تمرین قبلی داشتیم گگنوارت، زمان حاله که مدرنه. پس دوپینگ پدیده زمان حال نیستش، بلکه در زمان آنتیک در باستان گریفن شپاتل، گریفن از گرایفن میاد، دور چیزی رو گرفتن پرتریتوم گرایفن میگرفتن شپاتلرها، ورزشکارا به Leistung steigenden Mitteln. اینم تک تک معنی کنیم. Leistung میشه توانایی، عملکرد، کارایی. steigend افزایش دادن، بالا بردن. Mittel پس به موادی، به ماده هایی دست میزدن، میگرفتن همین گرایفن که افزایش میداده توانایی عملکردشون. مثل zum Beispiel Stierblut. شتیر میشه گاو نر، روی اصلا بول به انگلیسی مثل ردبول، روی دوزه، روی قوطی ردبول هم دوتا از این شتیرها هستش دیگه، مثل خون. پس گاو نر اونو میخوردن به جای دوپینگ. ولی میتل معنی دیگه هم جای دیگه هم میتونه استفاده کنه، مثلا Reinigungsmittel، مواد پاک کننده. Sportarten, die sich aktuell entwickeln, bezeichnet man als Trendsport. Sie grenzen sich vom traditionellen Sport ab. ورزش هایی که خودشون اکتوئل، که امروزه به روز خودشونو دارن توسعه میدن، تشکیل میدن، bezeichnet man، آدم نام میده، چی میگم، bezeichnet داره مینامه آدم
به عنوان ترندسپورت. ترند که گفتیم ورزش مد روز، ترند اصلا میشه مد روز در اصل انگلیسی، ورزشی که به باب روز مد روزه. Sie grenzen sich vom traditionellen Sport ab. داره توضیح میده که ترندسپورت چیه. پس abgrenzen یک کلمه است که از همدیگه جدا شده. abgrenzen میشه مجزا کردن، تفکیک کردن، که میگه این ترندسپورت خودش رو تفکیک میکنه از ورزش های سنتی. Ergänzen Sie den folgenden Text mit den Wörtern aus dem Kasten. 3 Wörter bleiben übrig. تکمیل کنید تکست زی رو با کلمات از این جعبه. به فارسی های بخوایم قشنگ‌تر بگیم میشه کادر، ولی کاستن معنی های دیگه هم جاهای دیگه هم استفاده میشه. گفتم تو درس قبلی der Werkzeugkasten. برای همین من نمیگم کادر، چون کادر نمیشه بگین کادر جعبه ابزار. پس Werkzeugkasten جعبه ابزار. 3 تا کلمه drei Wörter bleiben übrig. 3 تا کلمه اضافه میمونن. دوپینگ که معلومه، ehrgeiz جاه طلبی، بلند پروازی و کوشش و تلاش بسیار زیادم معنی میده. اکستریم تندرو، افراطگر. اکستریم سپورت ورزش های تندرو. gefährlich خطرناک. geschafft حالا پایین توی این تکست بهتر معلوم میشه. geschafft گذشته شافن از پس بر اومدن. grenzen مرزها. niederlage شکست. reduzieren کاهش دادن. risiko ریسک. sponsoren حامیان مالی. sportarten مدل های ورزش. unfällen تصادفات. verletzen صدمه دیدن، زخمی کردن. Als Extremsport bezeichnet man Sportarten, die gefährlich sind, wie zum Beispiel Fallschirmspringen. اکستریم ورزش هایی هستن bezeichnet نامیده میشن، محسوب میشن که خطرناکن. sind wie Fallschirmspringen مثل چتربازی. ولی من دوست دارم کلمه رو ما درست یاد بگیریم که جای دیگه هم بتونیم استفاده کنیم. springen میشه پریدن. der Schirm که تو A1 داشتیم چتر. fallen افتادن، پس Fallschirmspringen روی هم میشه چتربازی ولی افتادن. چتر پریدن. Apnoe-Tauchen und Base-Jumping. Apnoe-Tauchen که همون فرایتاخن هم میشه بهش گفت، بدون تجهیزات نفس بالا میگیرن و میرن توی آب خیلی عمیق، چند دقیقه میرن توی آب. و بیس جامپینگ کلمه کاملا انگلیسیه که از روی اوبیکتا شپرینگن میکنن. اوبیکت که شی، شپرینگن از روی برج، ساختمانهای خیلی بلند میپرن. Dabei konnte man fast alle traditionellen Sportarten wie zum Beispiel Schwimmen, Laufen, Klettern, Abfahrtski als extrem bezeichnen. آدم میتونه تقریبا تمام ورزش های ترادیسیونل و سنتی رو wie zum Beispiel برای مثال شویمن شنا کردن، لافن دویدن، کلتن کوهنوردی. ولی کلتن به بچه 4 سالم که 4 دست و پا از یه جای میره بالا میگن کلتن. بچه 4 ساله که کوهنوردی نمیکنه، پس کلتن هم کوهنوردی هم با 4 دست و پا از جای بالا رفتن، مثلا صخره نوردی. ابفالچی میشه که اسکی در سراشیبی شدید. خب معلومه همیشه اسکی در سراشیبیه، ولی اینا به حالت مسابقه‌ای مثلا سلالوم که als extrem bezeichnen که آدم میتونه اونا رو، این ورزش های سنتی رو به عنوان اکستریم، به عنوان افراطی نام ببره، محسوب کنه. da diese auch exzessiv betreiben werden können. از اونجایی که اینها هم اکسسیو، بیش از حد، بیش از اندازه، زیاده روی میشه توی این کارو کرد. Andererseits gibt es Sportarten, die von Außenstehenden als extrem bezeichnet werden, aber kaum ein höheres Risiko bergen, wie beispielsweise Bungee Jumping. از طرف دیگه، از سوی دیگه
ورزش هایی وجود داره، مدل ورزشی وجود داره die von außen stehen برای stehen که ایستادن، برای کسایی که بیرون ایستادن، برای کسایی که خارجن، به عنوان اکستریم، افراطی، تندرو محسوب میشن، به ساشت نامیده میشن. aber kaum ein höheres Risiko bergen، ولی به ندرت یک ریسک بالایی. bergen میشه verstecken، verbergen که میشه پنهان کردن، مخفی کردن، که به ندرت یک ریسک بزرگی در خودشون پنهان کردن، مخفی کردن. wie beispielsweise مثل برای مثال بانجی جامپینگ. Ziel der meisten Extremsportler ist es, an ihre physischen bzw. psychischen Grenzen zu stoßen. هدف اکثر ورزشکارای افراطی و تندرو اینه که به به مرزهای فیزیش که فیزیکی، جسمی و پسیشیش و مرزهای روانی خودشون stoßen میشه برخورد کردن، زدن. oder etwas zu tun was niemand vor ihnen geschafft hat. این شافنه بود که این گذشته شافنه. یا کاریو بکنن، تون که میشه machen، که هیچ کسی قبل از اونها schaffen از پس چیزی بر اومدن. erfolgreich zum Abschluss bringen. erfolgreich zum Abschluss bringen. موفق به پایان رساندن. پس کاری بکنن که قبل از اونا کسی نتونسته اون کار رو انجام بده. Die meisten Extremsportler sind Spitzensportler mit Ehrgeiz. اکثر ورزشکارای تندرو هستن Spitzensportler. توی تمرین بالا داشتیم دیگه. Spitzensportler ورزشکارای معرکه، ورزشکارای برتر mit Ehrgeiz. پس Ehrgeiz هم کوشش و تلاش بسیار بالا، جاه طلبی، بلند پروازی. und einem starken Willen و یک اراده خیلی قوی. Durch eine gute Vorbereitung reduzieren sie das Risiko, sich bei ihren Projekten zu verletzen. از طریق یک آمادگی gute Vorbereitung، از طریق یک آمادگی خوب، اونا کاهش میدن ریسکو در پروژه های خودشون که verletzen که گفته بودیم زخمی بشن، مجروح بشن، به خودشون صدمه بزنن. Übertriebene Ehrgeiz oder Selbstüberschätzung können jedoch problematisch sein und zu tödlichen Unfällen führen. Übertriebene Ehrgeiz. پس از übertreiben میاد. übertreiben میشه بیشتر جلوه دادن، اغراق کردن، غلوف کردن. übertriebene Ehrgeiz. پس جاه طلبی بیش از حد یا تلاش و سعی بیش از حد، یا اینکه Selbstüberschätzung، خود بزرگبینی، خودشو بیش از حد قبول داشته باشه. Überschätzung، selbst که خود، Überschätzung خود بزرگبینی بیش از حد میتونه پروبلماتیش، میتونه مشکل ساز باشه و منجر به تصادف‌های مرگبار بشه.